بچه یه پسر بچه اینجا نشسته، بهش میگم که من ملکم و از گذشته به اینجا اومدم. میگه دروغ میگی. بهت که گفتم آقا پسر، تو کجایی؟ من ملکه و همسر امپراتورم، باید به من ادای احترام کنی. چرا؟ سیچه؟ سیچه؟ الکیه. تو کارکینی؟ تو کارکینی؟ بچه من پسر پادشاه هستم، با من درست صحبت کن. چی؟ تو کی هستی؟ پسر پادشاه کلی من. پسر پادشاه؟ باورم نمیشه. من درست صحبت کن، وگرنه میدم سربازام اعدامت کنم. یا ابوالفضل آل عبای 5 تن آل عبا. مسخره نکن، وگرنه زنده بر آتش میندازم. یا امام رضا راست میگه؟ آره. واقعا میخوای من زنده آتیش بزنی؟ اگر